عالی عالی باشید. با طعم پرتقالی خوش اومدید به چنل خودتون، چنل نووا. به به. امروز شب یلداه. امیدوارم که تو این 1 دقیقه بتونید بیشتر کنار خانواده‌تون باشید، زندگی کنید، عشق کنید، لذتشو ببرید و بهتون خوش بگذره. همیشه خدا اینجوری باشه. از ته قلبم میگم واقعا بهترین ها رو واسهتون آرزو دارم و اینکه در کنار همدیگه اصلا با سلامتی، جیبی پر پول، شب یلاه، عید نیست، به گیرنده هاتون دست نزنید، مشکل از فرستنده است. خب توی این ویدیو قراره که اولین ویدیومه. مرسی که تا اینجا دیدی، عشقو به هم هدیه دادی و اول که میخوام معرفی کنم خودمو و اینکه حالا شب یلاه من یه آدمیم که اصلا نرمال نیستم. الان یه موضوعی آوردم اصلا به شب یلاه مربوط نیست. اول بگم که خیلی چالش دوست دارم، یه آدمیم که عاشق چالشم، هیجانم، اصلا تغییر خیلی دوست دارم و یک نواختی واقعا آزارم میده. میدونم تو همین شکلی که الان اینجایی، الان بیشتر به هم آشنا میشیم و مشاهیر، من آدم مشاهیر نیستم و اینو میخوام بگم تو این چنل میریم استعداد کشف کنیم، چون من اصلا دنبال استعدادم راستشو بخوای و رونمایی میکنیم. گفتم آدم سختگیریم و خیلی چالش دوست دارم، پس یه بوم ساده اینجوری نرفتم دوباره بخرم. اصلا آدم نرمالی نیستم که این کارو بکنم. در نتیجه برداشتم بوم قبلیمو که رنگو میزی کرده بودم و روش نقاشی کشیده. اشتباهتون نشون. اوکی. برداشتم اونو پاک کردم، شستم، یه دور دیگه روش سفید زدم تا شفام بده. بچه نگید حالا این نمیخواسته چیز کنه، نه، خرج کنه. من کلا چیزو دوست دارم، چالشو دوست دارم، اینکه بتونی یه چیز سخت، ببین اصلا من یه چیز سخت بخوای یه چیز خوب بسازی انشالله بسازی خیلی واسم ارزشمندتره. پس فکر کنم دیده نشه، ولی خب بهتون نشون میدم. میریم سراغ رنگامیزیش با تم یلدایی و ببینیم توی این استعداد داریم یا نه. توی ویدیوهای بعدیم قطعا دعوتتون میکنم، عشقای من، دوستای گلم، دعوتتون میکنم که بریم استعدادمون کشف کنیم. به نظرم یه دختر بی استعداد چی در میاد. خب نمایی میکنیم. فکر کنم اینورش معلومه چی کشیده بودم. رو نمایی کنم. 3 2 1. امیدوارم معلوم باشه و خوب کشیده باشم، مورد پسند قرار بگیره. خیلی هم عالی. یلدای 1404. به به. اصلا خیلی خوبه واقعا. قدر لحظه هاتون رو بدونید و این چیزا. بریم اینو رنگ کنیم و وسطاش خودم رو معرفی کنم، در موردش حرف بزنیم دیگه، همو بشناسیم انشالله. بریم دیگه زیاد حرف نزنیم، اینو شروع کنیم که انشالله الان اگه بهتون بگم ساعت چنده انشالله میرسیم یا نه خیلی خوب میشه. الان ساعت 5:30. امیدوارم که اینو بگیرم. اصلا وای تو که من میخوام برم تازه مهمونی. بله من اصلا میگم آدم نرمالی نیستم، الان دارم میرم مهمونی شب یلدا، دارم ویدیو میگیرم. الان مثلا میپرسید که الان وقت نداشتی تو؟ نداشتم راستشو بخوای. آره نداشتم. خب بریم. اینه اون چیز. بریم بیای. خب الان امیدوارم که چیز باشه، بریم شروع کنیم.
نشون داده باشم، قشنگ توی ویدیو افتاده باشه. من چون خودم شخصا رنگ آبی رو خیلی دوست دارم، ولی چون واسه یلاه، واسه شب یلاه، قرمز، سبز، این یکی سبز، سفید کنم بیشتر لازمم بشه. میبینم بریم شروع کنیم. حالا خدا بزرگه، ایشالله درست میشه. یه داره دیگه نشون بدم. اوکی. یه سعی کردم خودم رو بکشم راستشو بخواید با تم چیز. اگه بچه خوشتون اگه خوشتون اومد توی کامنت ها به هم بگید که اینو بذارم جزو دکورم باشه. خیلی دوست دارم خودم، واقعا نقاشی روی بومو خیلی دوست دارم، مثلا یه چیز دیگه. بریم شروع کنیم. به نام خدا. کجا شروع کنم؟ یه جا شروع میکنیم دیگه. باید مطلب تموم نشه. اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا برام خراب نکنم. وای نه خدایی شش نزنم. نقاشی مکی بچه برای خودم حرف بزنم اینکه هم بشنیم. حالا در حدی که بخوایم بدونیم من چند سالمه و اینا. من متولد بگم من هرس بخورید بعدم بهتون میگم. البته هرس فکر نکنم بخورید، ولی خب ناز میکنم رشته زیر لفظی میخوام. آره زیر لفظی میخوام. زیر لفظی همیشه باشه. کجا فکر می‌کردم چه رنگی میخوام بزنم. درست میشه، همه چی درست میشه به وقتش. خب موضوع جدا شدیم، برگردیم به موضوع خودمون. چقدر صدام درد میکنه دوستان. صدام بعد آره من متولد 21 آبان 1388 ام. کلاس دهمم توی امسال، سال 404 و رشتم شبکه است. اوکی درست میشه. من درد میارم تهش کارمو. من استرس تایم دارم. آره نوع چیزا برنامه‌های تلویزیونی به خاطر زیق وقت نه رو رنگ کن. خاطر زیق وقت اختیار بفرست. اوکی دیگه بریم چیز نگاه کنیم با سرعت 2x. اینو بگم بهتون که خیلی از حمایت کردناتون واقعا از ته دلم خیلی خوشحال میشم و افتخار میکنم به تک تکتون که هوای من رو دارید، من کمترین، به اینکه واقعا انقدر مهربونید، انقدر با مرامید، با معرفتی داشتید، اصلا داداشید که حتی دخترها سیسی جونا آره انقدر معرفت خرج دادن واقعا کار مرده. یعنی نه مردا، یعنی معنی مثلا میگن نامرد و مرد و اینا، واقعا کار شما مرده. میدونم که لذت ببرید از ته کار. واقعا الان توجه نکنید دارم گل میکارم. چه دستم میلرزه، عادی نیست. چرا بدنم گرچه جوان است ولی پیر شد. رنگ کنیم با رنگ جدید. نریزه کنیم. از درش استفاده میکنیم. در این یکی خوش شده بود. در این خوش شده، خدا ظاهر نکنه کسی. از خودش استفاده میکنیم. حالا چرا تا خودش هست چرا درش. رنگ سبز خوبه؟ بچه‌ها مثلا خودمو کشیدم. ای سوسول بازی‌ها. A few moments later. حالا راستی بچه‌ها اسم واقعی من هلیاه، ولی خب چنل نواه شما ما رو نواه سلکت کنید. داشتی‌های من سیجونا. آره. و اینکه دارن از اون پست میزنن میگن که تا اینجا ویدیو دیدی، لایک نکردی، سابسکرایب نکردی، کامنت نذاشتی. یعنی چی؟ حمایت. حمایت. آره. میگن زنگوله رو آل نذاشتی بعد بزنی. تا اینجا ویدیو دیدی، لایک من گرفتی، شما یه لایک من طلبکارید. ان شاء الله درست گفته باشم. بده کار طلب
بدهکارید. آره بدهکارید. اینا رو دیگه روش دیگه. چه سریع داره. وقتی تلاش میکنم که صدام تغییر بدم خیر سرم، صدام تغییر نمیکنه زیاد. مثلا خیلی بخواد تغییر کنه، تغییر میکنه. مثلا من نمیتونم بعد توی دوربین این تغییر صدا رو انتقال بدم بهتون. سریع واش زدن. چون امیدوارم واقعا خوشتون بیاد و لذتش رو ببرید تو این شب عزیز. حق غریب بکنید. الان مثلا خانواده محترم ملاحظه کنن الان میگن وای چه حرفی تو بود زدی؟ این چی گفتی آخه؟ میگم دیگه اینا من خدا وکیلی با شما ندارم. تو من شما نداریم که اصلا واقعا. من با دوستان مثلا من و دوستان نداریم. هممون یه روگیم بچم بدن. در شما هم همینجوری. من شما ندارم. یه خجالت و نمیدونم خود سانسوری ندارم. تا حالا تو عمرم واقعا دستام نمیلرزه. به خدا. الان نمیدونم چرا موقعی که عجله دارم نباید بلرزه، دستام داره میلرزه. مثلا توی رشته ما یه درس داریم به نام نقشه کشی و توی نقشه کشی باید دستمون نلرزه برای خط صاف و اولاش. الان که دیگه خیلی پیش رفتیم، فقط خط صاف نیست. باید اونی که دستتون بلرزه اون بکشید. و من واقعا اوکی بودم نسبت به بقیه. آره اوکی بودم. ولی الان نمیدونم چرا. الان چون استرس این که الان دیرمه رو دارم و اینکه شاید نتونم پست کنم. واقعا اینا نتونم پست کنم تلس شده. رسما تلس شده. چون من خیلی دارم زحمت میکشم که بتونم یه پست کنم. چند تا واسه گرفته بودم ولی خب خانواده محترم همچنان اینا رو دیدن اجازه پخش ندادن دیگه. الان شاید اینا اجازه پخش ندادن یا اول اگه اجازه پخش ندادن دیگه خداحافظ یوتیوب خداحافظ. اوکی. سوالی داشتید توی کامنت ها بهم بگید. حتما رو میخونم و قطعا جوابتون رو میدم. 100% اصلا شک نکنید. اصلا شک نداره. شک چی بوده این مثلا وای انا مثلا برای دخترها واسه بگم چیز تصور پسرا رو دخترها من شخصا خراب کردم. میبینی بخاطر اینکه من فکر کردم دختر اینجوری باشن. نه اصلا من آن نورمال من واقعا حتی دختری ندیدم شبیه من باشه. واقعا اخلاقیاتش علوازیاش آره مغز کسی بشه هیچ چیز مغز کسی به من نداره. حالا همه نقاشا فوش میدن. من نسبت نظر نقاش اصلا تو نقاشی نکن. مثلا حقا داره. چرا گذاشتم اون حقا دارن عزیزان. وای حالا وایسیم خوش بشه یعنی چی؟ واسم خوشه. بعد تازه من خودم ادیت میکنم ویدیوهامو. امیدوارم که بتونم امشب بذارم ولی اصلا چشم آب نمیخوره با تاخیر. دیروزتون یلاتون مبارک باشه. 21 محمد مبارک. یا بفرست. ولی خب یه چیزی که تو ذهنم بود خیلی چیز خفنی بود به این نمیرسه واقعا. این بهمون نمیرسه. آب حوی شد. اگه اون چیز خفن بود به ذهنم ولی خب واقعیت درد داره. من که حاضر شدم بیرم. الان شام میخورن. 2000 years later. بچه‌ها درودی دوباره. من رفتم برگشتم الان ساعت 1 شب دیگه و اینو کامل کردم. الان بهتون نشون میدم ولی قبلش ازتون یه چند تا چیز میخوام. اینکه یک توی کامنت ها واقعا نظرتون رو بهم بگید. خیلی دوست دارم بدونم این همه زحمت کشیدم ببینم واقعا خوشگل شده یا نه ولی خب من چشم آب نمیخوره. دو اینکه ساب یادتون نره زنگوله رو فعال کنید رو آل بذارید. این به بعد بخوایم بترکونیم واقعا. و الان من برمیگردونم. الان خودم ذوق دارم ولی ایشالله که خوب شده باشه دیگه. دوست ندارم برگردونم. کرم داری؟ 1 2 میفته 3 این شد آخرش دیگه. حالا ما نقاش نیستیم ولی خب دیگه فهمید جالبی شد. اندازه که واسه میگرفتیم شو یا عکس اونا بالاخره با چالش شده بودیم. یکی اینکه این پشتش واقعا نقاشی بود. دیگه اونو بعد چیز می‌کردم هندل می‌کردم تا به این برسم. خسته کوفته. خیلی ممنون اینجا ویدیو دیدید. خدافظ.